همین سیستم بسیار آشفته‌ای که دارید می‌بینید و قرار من تبدیلش کنم به یک اثر هنری. تو نگاه اول چه حسی از این سیستم می‌گیرید؟ یکی از زشت‌ترین کارهاییه که من تا الان دیدم. کیبل منیجر قسمت پشت سیستم رو ببینید، توجهتون رو به قسمت پایین نزدیک پاور جلب می‌کنم. اینجا رو ببینید. همه در هم بر هم. حالا بیایید این طرف کابل فلت تایپ C که چه فشاری روشه و این بسته کمربندی نامتعارف، یکی اینور یکی اینور، دو تا به هم نزدیک، یکی از اون دو تا دور، اصلا یه وضع عجیب. بعد بورد فن گرین رسما داره گریه میکنه. خب این سیستم رو باید کامل بازش کنم، یه سری کار رو انجام بدم و بعد مجدد اسمبلش کنم. برای همین اولین کاری که انجام میدم همین قسمت پشتی کیس بسته کمربندی نامتعارف رو شروع میکنم به بریدن. چون این سیستم برای اوورهال اومده، باید اول سلامت سیستم رو چک بکنم. بعد اینکه بسته کمربندی رو باز کردم، سیستم رو روشن میکنم، سلامتش رو چک میکنم و بعد میرم سراغ باز کردن قطعات و در آوردن کابل‌ها و این داستان. همه کابل‌هایی که به مادربرد متصل هستن رو دونه دونه جدا می‌کنم، بعدش میرم سراغ باز کردن پیچایی که مادربرد رو به کیس وصل کردم. اولا میرم سراغ کارت گرافیک، آشفته پر از خاک. بعد از اینکه تمام قطعات رو با دمنده و فرچه تمیز کردم، نوبت میرسه به عوض کردن خمیر سیلیکون. کولر رو از روی مادربرد باز می‌کنم، خمیر سیلیکون قبلی رو با دستمال کاغذی پاک می‌کنم و خمیر سیلیکون جدید رو می‌زنم و کولر رو روش می‌بندم. توی قسمت پشت کیس کابل‌های ما نیاز به تغییرات خیلی اساسی دارن. برای همین بورد فن رو جابجا میکنم و به قسمت پایین کیس انتقال میدم. مسیر کابلا رو با یه بسته کمربندی موقت مشخص میکنم و کم کم آماده میشم برای بستن قطعات سیستم و مدیریت کار. اول از همه مادربرد رو روی کیس میبندمش، بعد پاور رو میبندم و شروع میکنم به مرتب کردن کابلا و وصل کردن کابل 24 پین مادربرد. داخل کیسمون 24 پین USB 3 و کابل ARGB رو متصل کردم. نوبت میرسه به 8 پین تغذیه CPU که اونم وصلش میکنم. بعد کارت گرافیکی که مثل دسته گل شده رو به مادربرد متصل میکنم. حالا یه نگاه به تمام کابلای داخل کیس بندازید، همه مرتب و منظم. خب طبیعتا الان باید برم پشت کیس رو شروع کنم به مرتب کردن کابلا. میخوام یه چیز شیک و تر و تمیز در بیارم. تمام قسمت بالا شروع میکنم به مرتب کردن سیم ها و بعد از اینکه سیم ها رو قشنگ مرتبشون کردم، آروم آروم بس میزنم و میام پایین. بعد از اون میرم سراغ کابل فلت تایپ C و همینجوری مرتب صافش میکنم و بسته کمربندی رو میزنم. در نهایت میرم سراغ 8 پین پردازنده. فقط کافیه که مرتب باشه، توی قسمتی که خیلی دید نداره. در انتهای کیبل منیجمنت شروع میکنم به بریدن اضافه بسته‌های کمربندی که خیلی هم لذت بخشه. بچه‌ها جاتون خالی. و بعد از اون کار ما دیگه تمومه. در فلزی کیس رو میبندم و میرم سراغ روشن کردنش و انجام بقیه کاراش. کار ما دیگه تمومه. این شدش. اینم از سیستم اوورهال شده ما در انتهای کار که ظاهرش رو دارید میبینید. بچه‌ها متشکرم بابت وقتی که برای تماشای این ویدیو گذاشتید. ممنون میشم. از این ویدیو حمایت کنید، بهمون انرژی بدید تا محتوای اینجوری بیشتری براتون بسازیم و این پست رو بفرستید برای اون دوستتون که قصد خرید سیستم داره، مثلا سیستم گیمینگ. ارادت، دوستتون دارم خیلی زیاد. شب و روزتون بخیر.